أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب التغلیظ فی تحریم السحر، یعنی باب در مسئله بسیار با شدت حرام بودن سحر و جادوگری. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب یک آیت و یک حدیث برامون تقدیم میکند. آیت می آورد سوره بقره آیت 102 که میگوید: قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 2 میگوید: واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. واتبعوا یعنی پیروی کردند، ما تتلو الشیاطین آنچه را که میخواندند شیطان ها، علی ملک سلیمان یعنی در سلطنت و در فرمان روایی سلیمان علیه السلام. خب قصه این آیت چنین است که حضرت سلیمان علیه السلام تمام سحر و جادوگری را، اون کتاب ها و اون نوشتجات های سحر و جادوگری را همه را جمع کرد، آورد در خانهش، در زیر تختش چقری کنده بگیم در اونجا همه این کتاب را پنهان کرد تا اینکه مردم استفاده نبرد و قانون برآورد حضرت سلیمان علیه السلام که هر کسی که سحر استفاده برد قتل کرده می شود، یعنی که هر کسی که ساحری کند قتل کرده می شود. پس یهودی ها، یعنی که بزرگان یهودی، اینها خبر داشتند و بعد از سلیمان علیه السلام گذشتن و بعد از اون کسانی که از این حالت خبردار بودند که سلیمان علیه السلام همه اونها را جمع کرده است و در زیر تختش بگم چقری کنده پنهان کردگی که هست، این را خبر داشتن. و وقتی که اینها همه از دنیا که گذشتن و شیطان به شکل انسان آمد و مردم را گفت که آیا شما میدانید که سلیمان پیغمبر نبود، بلکه سلیمان یک جادوگر بود. اگر شما مرا قبول ندارید، باور ندارید، پس بیایید من سحر و جادو را برای شما نشان میدم که سلیمان چطور سحر و جادوگری میکرد. بیا بروید تحت تختش بکنید و در داخل اون ببینید و این سحر و جادوگری سلیمان در اونجا وجود دارد. پس شیطان به این طریق مردم را فریب داد و بعضی از منافقین و بعضی از کسانی که ایمان به حضرت سلیمان علیه السلام نداشتند یا که مذبذبین بودند، اونها گپ شیطان قبول کردند، گفتند بله سلیمان علیه السلام این جادوگر بوده است و نه پیغمبر. پس الله سبحانه و تعالی انا همین چیز رو بیان میکند، میگد و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، یعنی پیروی کردند آن چیزی را تلاوت میکرد شیطان، آن چیزی که میگفت شیطان، گپ شیطان پیروی کردند علی ملک سلیمان، در فرمان روایی سلیمان، یعنی که آن چیزی را که سلیمان علیه السلام پنهان کرده بود اونها را آشکار کرد و گفت ببین حضرت سلیمان جادوگر هست. پس الله سبحانه و تعالی اول قصه اونها را بیان کرده، بعد رد میکند، میگه و ما کفر سلیمانو، یعنی که کافر نشده از سلیمان، کفر نورزیده از سلیمان، ولکن الشیاطین کفروا، ولیکن شیطان ها کفر ورزیدن، شیطان ها کافر شدن که یعلمون الناس السحر، شیطان ها تعلیم میدهند برای مردم سحر را، مردم در سحر یاد میدهند که سحر چی است. پس الله سبحانه و تعالی دفاع کرد از سلیمان علیه السلام با در شریعت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم این آیت را نازل کرد که آن چیزی که یهودی ها میگویند این اصل وسوسه شیطان است که گپ شیطان را پیروی کرده ایستادند. بعد از این الله سبحانه و تعالی میگوید و ما انزل علی الملکین ببابیل هاروت و ماروت، و الله میگوید و آن چیزی که نازل شدگی است بر دو ملائکه که در بابل بودند، در شهر بابل،
هاروت و ماروت بودن اون دو ملائکه. اون دو ملائکه هاروت و ماروت را برای هاروت و ماروت نازل شدگی هست. و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر. و ما یعلمانی، یعنی که اون دو ملائکه هاروت و ماروت جادوگری رو تعلیم نمیدادن من احدین، برای کسی جادوگری رو تعلیم نمیدادن. حتی یقولا، مگر آن که میگفتن آن دو ملائکه انما نحن فتنه فلا تکفر، میگفتن هر آینه ما وسیله آزمایش هستیم، پس ای مردم شما کفر نورزید. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که در زمان سلیمان، بعد از سلیمان علیه السلام گذشتن، شیطان آمد اون کتابهای سحر و جادوگری را برای مردم از زیر تخت سلیمان برآورد و سحر و جادو را در بین مردم پهن کرد، دو ملائکه آمد و سحر شکنی را برای مردم یاد داد، زیرا اینکه شیطان سحر در بین مردم پهن کرده بود. پس این سحر پهن شده را چی طور باید بشکنند، چی طور باید سحر را از بین ببرند. پس این دو ملائکه هاروت و ماروت آمدن برای مردم یاد دادن که اون سحر را چی طور بشکنند. همون را میگه که و ما یعلمان من احدین، یعنی این هاروت و ماروت جادوگری رو، یعنی جادو شکستن رو تعلیم نمیدادن برای کسی، حتی یقولا، مگر اینکه برای اون انسان را که تعلیم میدادن اون انسان رو میگفتن که انما نحن فتنتون، میگفتن که ما وسیله آزمایش و امتحان هستیم، ما وسیله هستیم برای شما را آزمایش امتحان، فلا تکفر، پس شما کفر نورزید. یعنی که ما برای شما یاد میدهیم، شما رفته برعکس استفاده نبرید، برعکس استفاده نبرید، یعنی که برای سحر را باطل کردن استفاده برید، نه اینکه سحر و جادوگری را در بین مردم بیارید. میگه فیتعلمون منهما، مردم یاد میگرفتند از همین هاروت و ماروت، از همین دو ملائکه یاد میگرفتند سحر شکنی و سحر را، ما یفرقون به بین المرء و زوجه، و جدایی میانداختند در بین زن و همسرش، و در بین مرد و همسرش جدایی میانداختند. و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. الله سبحانه و تعالی میگه اونها نمیتوانند ضرر برسانند، و ما هم بضارین، یعنی آنها نمیتوانند ضرر برسانند به همین سحر یاد گرفته اشان، من احد، یعنی کسی را، الا باذن الله، مگر با اجازت الله جل جلاله. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، و مردم میگه یاد میگرفتن آن چیزی را که ضرر بر ضررشان بود، آن چیزی که بر ضررشون، یعنی سحر و جادو کردن بر ضرر انسانیت هست، میگه پس اونها این مردم میرفتن سحر و جادوگری رو یاد میگرفتن، ولا ینفعهم، و فایده اشان نمیداد این علم گرفتهش. ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. ولقد علموا، و واقعا میدونن، مردم میدونن و دانستن، لمن اشتراه، حتما هر کسی که خرید کرده است آن چیزی را که به دست آورده است، ما له فی الاخره من خلاق، یعنی برای اون انسان در آخرت یگان بهره وجود ندارد، یگان فایده برای گیرنده علمش فایده نداره، یعنی سحر و جادو. ولبئس ما شروا به انفسهم. الله سبحانه و تعالی میگه حتما چقدر بد است که به بدترین چیز نفسای خودشون فروختن، نفسای خودشون رو به بدترین چیز فروختن. لو کانوا یعلمون، ای کاش که اونها میدونستن که در این سحر و جادو همراه شدن و سحر و جادو کردن چقدر راه بد و راه نادرست و راه ناسالم می باشد. پس این بود آیت 102 سوره بقره. امام نووی رحمه الله این آیت را آورد به خاطر آنه که سحر بسیار سخت و با شدت حرام می باشد، یعنی که انسان به کفر می برد، انسان را از دین بیرون می کند سحر و جادوگری. خب
بعد از این امام نووی رحمه الله اکنون یک حدیث در زیر این باب آورده است، میگوید حدیث 1792 کتاب ریاض الصالحین. امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفتند اجتنبوا السبع الموبقات. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه اجتنبوا یعنی دوری بجوید، دور باشید و برحذر باشید از سبع الموبقات، یعنی از 7 گناهی هلاک کننده، 7 گناهی که صاحبش را به هلاکت میبرد. پس شما پرهیز کنید از این 7 گناه، دور باشید از این 7 گناه. قالوا یا رسول الله و ما هن، پرسان شدن اصحاب که رسول الله این 7 گناه کدام گناهان هستند که صاحبشون را هلاک میکند؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند اولین این 7 گناه یکمش الشرک بالله، شرکی به الله جل جلاله است که صاحبش را هلاک میکند. دویم و سحر، دویم سحر و جادوگری است. سحر و جادوگری هم به مثل شرک صاحبش را هلاک میکند. و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، سیوم کشتن نفسی که حرام گردانده است الله سبحانه و تعالی مگر اینکه با حق. اگر به حق باشد یعنی که در حالت قصاص باشد یا در حالت مرد زندار یا زن شوهردار که زنا کردگی باشد، حد باشد، در این صورت قتل نفس جایز است. در غیر این، در غیر وجه شرعی یک انسان را بدون دلیل کشتن، این هم یکی از مهلکات است، یکی از موبقات است، یکی از سبب‌هایی است که انسان را به هلاکت میبرد. و چهارمین چیزی که انسان را به هلاکت میبرد و اکل الربا، یعنی خوردن ربا است. پرسنخوری هم از اسباب به هلاکت رسانیدن صاحبش می باشد. و پنجمین چیزی که انسان را به هلاکت میبرد و اکل مال الیتیم، خوردن مال یتیم است. هر کسی که مال یتیم را میخورد بدون اجازت و بدون رازگیش، پس اون انسان هم همچنین از جمله کسان است که در هلاکت، در ورطه هلاکت می باشد. و تولی یوم الزحف، و ششمین چیزی که انسان را به هلاکت میبرد و تولی است. تولی یعنی روی گرداندن و فرار کردن و گریختن. یوم الزحف، روز هجوم کردن از میدان نبرد، از میدان جنگ، و در حالتی که مسلمانان با کافران در حالت جنگ است، هر کسی که از اون میدان فرار میکند و میگریزد، این فرار کننده هم، این گریزنده هم همچنین در ورطه هلاکت است، در همون گناهی هلاک کنندگان در گرفتار شده است. و آخرین و هفتمین چیزی که انسان را به هلاکت میبرد و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، یعنی تهمت زدن به زنا، قذف تهمت زدن به زنا المحصنات المؤمنات، یعنی زنهای پاک دامن مؤمنه را که غافلات هستند، یعنی بیخبر از اون گناه و معصیت و زنا هستند. هر کسی که اونها را تهمت به زنا میزند، این تهمت زننده هم همچنین در گرفتار شده است به همون 7 گناهی که صاحبش را به هلاکت میبرد و صاحبش را هلاک میکند. پس این بود یک حدیثی که امام نووی رحمه الله آورده است در زیر این باب، و این حدیث متفق علیه می باشد. با همین بابی با شدت حرام بودن سحر و جادوگری به آخر رسید. بعد از این امام نووی رحمه الله باب نو را شروع میکند، میگوید باب النهی عن المسافرة بالمصحف الى بلاد الكفر اذا خیف وقوعه بأید العدو، یعنی باب در مسئله منع بودن مسافرت، یعنی که مسافرت بالمصحف، یعنی که بردن قرآن، یعنی سفر کردن با قرآن یک جا الى بلاد الکفر، با کشورهای کفری، یعنی یک انسان به دولت کفری، با کشورهای کفری که می رود، میگه کراهیت دارد که همراه خودش قرآن بگیره ببرد به دولت کفری. چرا کراهیت دارد؟ اذا خیف وقوعه بأید العدو،
اگر بیم داشته باشد، اگر ترس داشته باشد که این قرآن را که به دولتی به کشوری کفری میبرد، قرآن به دست کافران میافتد و قرآن به دست کافران میافتد و اون دشمنان کافران پس تحقیر و ناسزای در حق قرآن میکنن. از این حساب است که مکروه است اگر که واقعا این کار بشود. اما امروز الحمدلله که هر دولت کفری هم اگر انسان سفر بکند قرآن با خودش داشته باشد میتوند با خودش ببرد، زیرا که این به دست اون افتیدن و یعنی که اون احترامی که زمانهای پیش میشد اون طور الحمدلله نمیشد، مگر اینکه خیلی کمی از این حساب جایز است. اما اگر که دولت باشد که بسیار دشمنی و دین داشته باشد، قرآن را تحقیر میکند و قرآن را قدر و قیمتش نمیداند، ارزش پایان قرار میدهد، پس به اون خیل دولت ها با قرآن سفر کردن شریعت معنیش میکنن، نباید میگه قرآن را با خودت به اون طور دولت ها ببری. پس امام نووی رحمه الله این باب را کشاده در زیر این باب یک حدیث برامون تقدیم میکند که حدیث 1793 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله میگوید عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یسافر بالقرآن الى ارض العدو. میگه معنی کردگی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان یسافر بالقرآن، یعنی سفر کردن با قرآن، بردن قرآن الى ارض العدو، بس زمین دشمن، با اون کشور و با اون محله و اون جایگاهی که در بگم زیر سلطنت و در زیر حکم دشمن هست، کافرها هست، با اونجا بردن قرآن را پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کرده است. این حدیث متفق علیه می باشد. با همین همچنین این باب منع بردن قرآن به دولت کفری هنگامی که ترسی افتیدن قرآن به دست کافرها باشد، این باب هم به آخر رسید. بعد از این باب نو می آید. باب نو را شروع میکند امام نووی رحمه الله: باب تحریم استعمال اناء الذهب و اناء الفضة في الاكل والشرب والطهارة و سائر وجوه الاستعمال. یعنی که باب در مسئله حرام بودنی استفاده بردنی ظرف های طلایی، ظرف ها بگیم کاسه و چینی و قاشق و این چیزهایی که از طلا باشد، و اناء الفضة یا ظرف هایی که از نقره باشد، کاسه و بگیم طبق و چینی و قاشق هایی که از نقره باشد، استفاده بردنش در چی حرام است؟ فی الاکلی، در خوردن، یعنی با این طور چیزهای طلایی و نقرگین خوردن حرام است. و شربی و یا نوشیدن، با این طور چیزهای طلایی و نقرگین حرام است. و طهارتی و همچنین برای پاک کردن همچنین با این طور چیزانی که یک انسان یک ظرف میگیرد، در داخل اون ظرف مثلا خوشبویی میگیرد، ظرفی بگیم از طلا یا از نقره، پس در داخل اون خوشبویی میگیرد یا در داخل اون آب میگیرد برای یگان جور تازه کردن، و این هم حرام میباشد. و سایر وجوه الاستعمالی و باقی مانده وجوه استعمال، موردهای استعمال و بگم طریقهای استعمال همچنین حرام میباشد. یعنی که طلا و نقره را برای استفاده بردنش، چی در خوردن و نوشیدن و پاک کردن و در همه اینها حرام است، یا که در استفاده بردنش در عموم حرام می باشد. پس امام نووی رحمه الله این باب رو کشاده در زیر این باب 3 حدیث برامون تقدیم میکند. اولین حدیث این باب حدیث 1794 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله میگوید عن ام سلمة رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ام سلمه رضی الله عنها روایت است که هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید الذی یشرب فی آنیه الفضة، یعنی آن کسی که می نوشد در ظرفی، در آنیه که ظرفهای نقرگین، انما یجرجر فی بطنه نار جهنم، هر آینه
میریزد در شکمش، میریزد در معدهش، یعنی اون انسان خورده است نار جهنم، آتش جهنم را. یعنی خوردنی در ظرف های نقرگین به مانند خوردن آتش جهنم هست. یعنی که چقدر غلیظ است و چقدر بد است و چقدر سخت و دشوار است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با تغلیظ بیان کردن، با شدت بیان کردن که انسان از استفاده بردن ظرف های نقرگین برای خوردن من بگیم استفاده نبرد. یعنی همچون طبق یا همچون چینی یا همچون پیاله و مثل این چیزها از نقره باشد استفاده نبرد. این حدیث متفق علیه است. و فی روایت لمسلم، در یک روایت دیگر در مسلم آمده است که ان الذی یاکل او یشرب فی آنیه الفضه و الذهب. یعنی در روایت دیگر در مسلم وسیعتر آمده است این حدیث. میگه این الذی، هر آینه کسی که یاکل او یشرب، یعنی چی بخورد چی بنوشد، یعنی کسانی که میخورند یا مینوشند در ظرفهای نقرگین یا ظرفهای طلایی. پس در این روایت وسیعتر آمد خوردن و نوشیدن و چی ظرف نقرگی باشد یا ظرف طلایی همش منع می باشد. این بود حدیثی 1794 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1795 کتاب ریاض الصالحین را میآورد و میگوید و عن حذیفه رضی الله عنه قال، یعنی از حذیفه رضی الله عنه روایت است که گفت این النبی صلی الله علیه و سلم نهانا عن الحریر. هر آینه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کردگی است ما را از استفاده بردن ابریشم. حریر یعنی که ابریشم، حریر اصلا ابریشم لباسی ابریشمی که غفص باشد اون را میگوین حریر. و دیباجی، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کردگی است ابریشمی که نازک و تنک باشد. دیباج همون ابریشمی که تنک است، حریر باشد ابریشمی که غفص است. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عموم چی ابریشمی غفص باشد و چی تنک استفاده بردنش منع کردگی است، منع تحریم یعنی حرام است. و شرب فی آنیه الذهب والفضه، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کردگی است از نوشیدن در ظرفایی که طلایی یا نقرگی باشد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این طور ظرفا هم نوشیدن یا خوردن طعام را منع کردگی است. و قال، و میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتگی است در این باره که هن لهم فی الدنیا، یعنی اینها همه‌شان برای ویها می باشد در دنیا، برای کافرها هست. یعنی که ابریشم استفاده بردن، ظرفای طلایی نقرگی برای خوردن و نوشیدنشون که استفاده میبرند، این حق کافرها در این دنیا هست، یعنی کافرها استفاده میبرند. و هی لکم فی الاخرة، و اینها برای شما باشد در روز آخرت. در روز آخرت، در روز قیامت، اینها استفاده بردنشان برای شما هست که شما استفاده میبرید. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1795 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله در زیر این حدیث یک روایت دیگر هم آورده میگوید و فی روایت فی الصحیحین، و در یک روایت دیگری که در صحیحین آمده است، همچنین در بخاری و مسلم آمده است، عن حذیفه رضی الله عنه قال، همچنین از حذیفه رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که لا تلبسوا الحریر ولا الدیباج. رسول الله میگفت که نپوشید شما حریر و دیباج رو، یعنی ابریشمی غفص و ابریشمی تنک رو شما استفاده نبرید، نپوشید. ولا تشربوا فی آنیه الذهب والفضه، پیغمبر میگه منع کرد که و شما ننوشید
در ظرف هایی که از طلا و نقره هست. ولا تأکلوا فی صحافها. و همچنین پیغمبر گفت که نخوره چرا در صحاف، یعنی طبقهایی که از طلا و نقره می باشند. اون طبقهایی که از طلا و نقره ساخته می شوند، از اون طبقه هم شما همچنین طعام نخورید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اینجا نهی میکند. نهی دلالت میکند بر تحریم، یعنی که حرام است این ابریشم غفص و تنک را پوشیدن یا طلا و ظرفای طلا و نقرگین را استفاده بردن حرام می باشد. پس این بود دومین روایت در زیر حدیث 1795 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1796 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن انس بن سیرین قال، میگد از انس بن سیرین رضی الله عنه روایت است که گفت کنت مع انس بن مالک رضی الله عنه، میگه بودم من همراه انس بن مالک رضی الله عنه عند نفر من المجوسی، در نزد چند از مجوسی ها، گروه از مجوسی ها، میگه با انس ابن مالک رضی الله عنه میگه یک جا بودم. فجیء بفالوزج علی اناء من فضة، پس میگه آورده شد نزد انس ابن مالک فالوزج. فالوزج طعامی هست که برای پادشاهان آماده میکردن، برای سروران آماده میکردن، طعام فالوزج. پس میگن همین طعام فالوزج را آوردن. طعام فالوزج را در ظرف نقرگی آوردن، زیرا که طعام برای پادشاهان و برای فرمانروایان بود و این را اکنون این طعامی بسیار با ارزش را میگه در ظرفی که از فضه بود، ظرف نقرگین آوردن نزد انس ابن مالک رضی الله عنه. میگه فلم یاکله، انس ابن سیرین میگه انس ابن مالک از این طعام میگه نخورد، از اون طعامی که در ظرف نقرگی که بود میگه نخوردش. فقیل له، پس گفته شد برای وی، یعنی که کسی که طعام رو نزد انس ابن مالک آورده بود، همون صاحب طعام کسی گفت که حوله، یعنی که اون ظرفش تغییر بده، یعنی که این ظرف نقرگین رو بگیرو همین طعام رو در یک ظرف دیگر بیار. حوله یعنی که عوض کن اون ظرف را، اون طبق را. فحوله علی اناء من خلنج، پس میگه تغییر داد، عوض کرد، میگه صاحب طعام طبقش را علی اناء، بر یک طبق دیگری که من خلنج بود، یعنی که از تخته بود، از چوب بود، و مثل طبقای امروزای ما و شما که از چوب طبق میتراشند. خلاصه رفت میگه بعد در طبق آورد که اون طبق از خنج است، یعنی که از چوب آماده شدگی بود. وجیء به فاکله، وقتی میگه در این طبق خلنج، طبقی که از خلنج بود، از چوب بود، نزد انس ابن مالک همون طعام رو که آوردند، فاکله، انس ابن مالک اون طعام را استفاده برد، اون طعام را خورد. میگه رواه البیهقی، این حدیث را امام بیهقی روایت کرده است به اسناد حسن، با سند حسن. امام نووی رحمه الله میگه الخلنج، این معنای خلنج الجفنه، کاسه را میگن، کاسه یا که بگیم برای امروزای ما و شما میگن طبق چوبین، همون طبقای چوبین را چی میگن؟ خلنج یا میگوین جفنه. پس این بود بابی حرام بودن استفاده بردن ظرفای طلایی و ظرفای نقرگی در خوردن و نوشیدن و پاک کردن و دیگر موردهای استفاده بردنش حرام می باشد. این باب با همین به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود باب تحریم لبس الرجل ثوبا مزعفرا، یعنی که باب در مسئله حرام بودنی پوشیدن مرد لباس را که مزعفره هست. مزعفران یعنی که زعفران رنگ است، یعنی رنگش رنگ زعفران هست،
یا در اون لباسی که زعفران مالیده شدگی هست. پس این طور لباس را پوشیدن برای مرد حرام می باشد. لباسی که زعفران مالیده شدگی است یا که لباسی که رنگش به مثل رنگ زعفران می باشد. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب دو حدیث برامون تقدیم میکند. اولین حدیث این باب حدیث 1797 کتاب ریاض الصالحین است که امام نووی رحمه الله میگوید عن انس رضی الله عنه قال، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که گفت نهى النبی صلی الله علیه و سلم ان یتزعفر الرجل، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کرده است که ان یتزعفر، یعنی که این که مرد در بدنش یا که در لباسش زعفران بزند، یا در بدنش یا در لباسش زعفران مالیدن و زعفران استفاده بردن را پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کرده است. یا که بعضی میگن ان یتزعفر الرجل، یعنی که لباسی بر رنگ زعفران مانند را بپوشد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کرده است که مرد لباسی که همرنگ زعفران هست اون را بپوشد. پیغمبر از این منع کرده است. و زعفران رنگ معلوم است که تقریبا ماننده بگم رنگ سرخ یا که به همین رنگ، یعنی همین رنگ لباسی سرخ را پوشیدن برای مرد منع می باشد. لباسی که رنگش سرخ است پوشیدن برای مرد منع می باشد، یعنی که سرخی خالی باشد، یعنی که از اول تا آخر هم سرخ باشد. اما اگر سرخ و یعنی که رنگه باشد مشکل ندارد، که سرخی که رنگی دیگر، اما کاملا سرخ باشد این را منع کردگی است و بعضی همچنین مکروهش میدانند لباسی سرخ پوشیدن. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1797 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1798 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما قال، یعنی از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت است که گفت رأى النبی صلی الله علیه و سلم علی ثوبین معصفرین فقال، میگه دید پیغمبر صلی الله علیه و سلم علی برتن من، در برتن منه که من در بدنم داشتم، ثوبین معصفرین، یعنی دو لباسی که معصفر بود، یعنی که رنگی زعفران زدگی بود، یعنی که رنگ بگیم زرد رنگ بود یا سرخ رنگ بود، زرد رنگ یا سرخ رنگ بود، میگه رنگ زعفران رنگ بود. میگه در بدنم داشتم، در همین حالت میگه مرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید و فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که امک امرتک بهذا، یعنی مادرت امرت کرد تو را به پوشیدن این طور لباس زرد یا لباس سرخ، اما لباس زعفران رنگ را پوشیدنش را گفت مادرت امرت کرد که تو این را بپوشی. قلت اغسلهما، میگه پرسان شدم که اغسلهما، یعنی رسول الله آیا من بشویم این را، این لباس را آیا بشویم؟ قال بل احرقهما، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه گفت که بلکه تو اون دو لباس رو بسوزان، بشونه بلکه بسوزانشان، نابودشان کن، از بین ببر اون دو لباس را. یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث ببین رنگ زعفران رنگ را چقدر سخت و چقدر با شدت حکمش بیان کردن که نه نشو اون دو طرف، بلکه اون دو طرف چیکار کن؟ بسوزان و نابودشان بکن. پس این بود باب حرام بودن پوشیدن مرد لباسی که زعفران رنگ است یا لباس زرد و زعفران مالیده شده را پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کرده است. این باب همچنین با آخر رسید. یا بعد از این یک روایت دیگر هم میارد و فی روایت فقال،
در یک روایت دیگر آمدگی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. هر آینه گفت این لباسی که تو پوشیدی، یعنی که لباس رنگ زرد یا رنگ سرخ کرده شده یا رنگ زعفران دار، از لباس کافرها می باشد. فلا تلبسها، پس گفت این لباس را نپوش، این لباس را نپوش که این لباس کافرها می باشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس به همین بابی حرام بودن لباسی که زعفران مالیده شده که است یا زعفران رنگ است، پوشیدنش حرام هست. با همین برای مردها با همین این باب با آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب النهی عن صمت یوم الی اللیل. باب در مسئله منع بودن سکوت کردن یک روز تا شب، یعنی در طول روز تا شب یک انسان سکوت بکند، گپ نزند، خب بکند، این را شریعت منع میکند، این را شریعت منع کرده است. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب دو حدیث برایمان تقدیم میکند. اولین حدیث این باب حدیث 1799 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله میگوید عن علی رضی الله عنه قال، یعنی از علی رضی الله عنه روایت است که گفت حفظت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت علی میگوید به یاد دارم از رسول الله صلی الله علیه و سلم، یاد دارم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که لا یتم بعد احتلام، یعنی که یتیمی بعد از بلوغ وجود ندارد. یتیمی بعد از بلوغ وجود ندارد، یعنی که وقتی انسان به بلاغت رسیدگی باشد، وقتی پدرش از دنیا که میگذرد، او را یتیم گفته نمی شود. پس یتیم کی را میگویند؟ همون کسی که حالا به بلاغت رسیدگی نیست، به بلاغت رسیدگی نیست و پدرش وفات میکند، انا همون انسان را میگویند یتیم. رسول الله میگه لا یتم بعد احتلام، یعنی بعد از بلوغ رسیدن به بلاغت رسیدن یتیمی نیست، یتیم دیگر نمی باشد اون انسان. ولا صمات یوم الی اللیل. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که جایز نیست که انسان سکوت بکند یوم الی اللیل، یعنی طول روز، یک روز از سر تا بگه انسان سکوت بکند، گپ نزند، این هم همچنین جایز و درست نمی باشد. باید انسان گپ زند، باید انسان سخن بگوید، یا باید انسان ذکر بکند، یاد الله را بکند و نباید سکوت را، خاموشی را اختیار کند که از سحر تا بگه و یگان ده گپ نزند. این شریعت این را منع میکند. یعنی که چرا این را منع میکند؟ حالا خطابی رضی الله عنه رحمه الله این مسئله را بیان میکند. خب این حدیث را رواه ابو داود به اسناد حسن، این حدیث را میگه ابو داود با سند حسن روایت کرده است. اکنون میگه که قال الخطابی فی تفسیر هذا الحديث، خطابی در توضیح دادن و شرح و بیان کردن این حدیث گفته است که کان من نسک الجاهلیت الصمات، میگه از عبادت های زمان جاهلیت این صمات بود، خاموشی بود. این خاموش می ایستادن، از سر تا بگره گپ نمی زدن، به نیت عبادت، به نیت عبادت از سحر تا بگره میگه گپ نمی زدن. فنوه فی الاسلام عن ذلك، پس منع شدن در اسلام از این کار، یعنی از سحر تا بگره سکوت را اختیار کردن و خاموش ایستادن اسلام منع کرد. و امروا بالذکر والحدیث بالخیر، و امر شدن بالذکر، یعنی ذکر بکنن، مردم یاد الله را بکنن، والحدیث بالخیر، سخنان نیک بگویند، پند بدهند، نصیحت بکنن مردم را، یا سخن خوب بگویند. پس اسلام به این چیز مردم امر کرد و از سر تو بگره یک انسان سکوت بکند معنی است. پس برای چی معنی بوده است؟ برای شباهت به عبادت جاهل ها نشود. اگر یک انسان مثلا از سر تا بگره ذکرش بکند، اما وقتی کسی دیگر گپ هم نزند، در این صورت کراهیت ندارد.
چرا؟ زیرا که اون خاموش نیستوده است بلکه ذکر کرده است. ذکر که مثلا در یک جای یک انسان میافتد، در یک جای پیش میآید که اونجا دیگر گپش به کسی فایده ندارد، یعنی گپش به کسی فایده نمی بخشد. پس از گپ زدن و سکوت کردن براش بهتر است. اما از گپ زدن با مردم دست میکشد، خاموش میستد و اما ذکر الله را کردن میگیرد. اما کسی که از سحر تا بیگه نه ذکر بکند و نه گپ زند و بگد همچون عبادت، این حرام میباشد. این شباهت و مانندی به عبادت زمان جاهلیت میباشد. پس این بود حدیث 1799 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1800 کتاب ریاض الصالحین را میآورد و میگوید و عن قیس بن ابی حازم قال، یعنی که از قیس بن ابی حازم رضی الله عنه روایت است که گفت دخل ابو بکر الصدیق رضی الله عنه على امرأة من احمس یقال لها زینب فرآها لا تتکلم. میگه رفت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نزد زنی که از قبیله احمس بود، از قبیله احمس بود. میگه این زن، پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نزد این زن رفت، یقال لها زینب. پس این زنی از قبیله احمس هم نامش میگه زینب بود، نام این زن زینب بود. فرآها لا تتکلم. پس حضرت ابوبکر صدیق این زن رو دید که این زن سخن نمیگوید، این زن گپ نمیزند. فقال، پس میگه حضرت ابوبکر صدیق گفتن که ما لها لا تتکلم، یعنی چی شده از این زن را که این زن گپ نمیزند؟ سبب گپ نزدن این زن چیست؟ قالوا حجت مسمتتن. پس میگه جواب دادن اهل بیت اون خانه، کسانی که اون زن رو میشناختن، گفتن حجا مسمتتن، یعنی که قصدی سکوت کرده است. حج به معنی قصد کردن است، حج کردن یعنی قصد کردن. پس حجت مسمتتن یعنی قصد کرده است سکوت کردن را، یعنی سکوت کردن را نظر کرده است. سکوت کردن را همچون عبادت قرار داده و سکوت اختیار کرده است. برای خاطر گو گپ نمیزند، گویا که عبادت کرده است. فقال لها، پس میگه ابوبکر صدیق رضی الله عنها این زن را گفت که تکلمی، یعنی گپ زن تو ای زن، فان هذا لا يحل. پس هر اینا گفت این کاری که تو کرده ایستادی این حلال نمی باشد، یعنی سکوت کردن و خاموش ایستادن این عبادت نمی باشد، این عبادت نیست. پس گفت ای زن سخن بگو. هذا من عمل الجاهلیتی، گفت که این کاری که تو کرده ایستادی این از عمل و کارها و عبادتهای زمان جاهلیت است. فتکلمت، پس میگه این زن سخن گفت و این زن سخن کرد. پس ببین که چقدر مسلمانان و اهل ایمان زمان پیشوایان خود را و بزرگان خود را چقدر احترام و چقدر ارزش قائل بودن. وقتی که ابوبکر صدیق یک نصیحتش که کرد و فهمون براش، اون زن از این عمل بد دست کشید. از عمل بد دست کشیدن که بروزه نیسته که و دلیلم بیاری و از سخن الله و رسول، و باز هم متاسفانه بنا مسلمان ها در اون معصیت و گناهشون قرار بگیرند و اون بدعت و خرافاتشون باز هم دوام دادن بگیرند. نه، اون زمان این طور نبود. یعنی که وقتی که میشنیدن همین چیز در اسلام جایز نیست، درست نیست، زود از اون چیز دست میکشیدن و اون چیز را ترک میکردن. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس این بود باب منع بودن سکوت کردن از سحر تا بیگاه به نیت عبادت. این باب همچنین به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب تحریم انتساب الانسان الى غیر ابیه و تولیه غیر موالیه. یعنی که باب در مسئله حرام بودن نسبت دادن انسان الی غیر ابیه، به غیر پدرش. یک انسان مثلا پدرش محمد نام دارد،
این را نسبت بدهند به غیر پدرش. مثلا بگن که پدرش هم مثلا محمود بگوین، پدرش یک کسی دیگر بگوین. نسبت دادن انسان به غیر پدرش این حرام می باشد. و تولیه غیر موالیه، و همچنین نسبت دادن برده آزاد شده، و تولیه یعنی و برده آزاد شده را نسبت دادن غیر موالی به غیر آزاد کردهش. مثلا محمد گفتنی شخص یا زید گفتنی شخص یا برده را میخرد و اون برده را بعد از خریدن آزادش میکند. پس اون برده آزاد کرده کی است؟ برده آزاد کرده زید است، زیرا که زید خرید اون برده را و آزادش کرد. اما اگر همون را بگن مولاش یعنی آزاد کنندهش، مثلا زید نیست یا کسی دیگر هست، این هم همچنین حرام می باشد. یعنی انسان را باید نسبت وقتی که نسبتش میتین باید به پدرش نسبت بتین و برده آزاد شده را همچنین وقتی میگن مولایش یعنی آزاد کنندهش باید کی را بگوین؟ همون کسی که او را آزاد کرده است. بغیر اون باشد اگر این مسئله حرام می باشد. این باب نو هست و این باب نو را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در همینجا به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.